راهبر دانشگاه به طور مختصر از دستاوردهای دانشگاه در دوره حساباتی معلومات داده افزود که نتیجه های جنبست سال 2019 و آمادگی جامعه مهنتی دانشگاه جهت سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بیانگر مرحله نو رشد برای دانشگاه به حساب می رود. سرور دانشگاه از اکریدیتاسیون بین المللی گذشتن اختصاص‌های حقوق شناسی، مناسبت‌های بین المللی، مالیه و قرض دانشگاه را پدیده مهم و دستاورد ارزنده مؤسسه ارزیابی کرد. اولین مؤسسه تحصیلات عالی هستی جمهوری تاجیکستان صاحب شده و البته این باز یک مسئولیتی همه استادان دانشگاه را بیان می‌کند و به همین وسیله ما می‌توانیم در عرصه بین المللی نیز دانشگاه را معرفی کنیم و در این سمت آموزش تجربه دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان نسبتی صاحب شدن و اکریدیتاسیون بین المللی از جانب وزارت امور بین جمهوری تاجیکستان نیز یک سمیناری آموزشی بخشیده به آموزگی و ترتیب گذراندن اکریدیتاسیون بین المللی در مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی هستی در اینجا برگزار گردید و البته از اون تجربه که دانشگاه داشت امروز دیگر مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی هستی استفاده بردن و دستاوردها هم هستند در گرفتن شاگردان‌های از دست دیگر دانشگاه نیز مورد جلوه ایستادند. اشتراک دانشجویان دانشگاه در آزمون و مسابقه‌های سطح بین‌المللی جمهوریوی و ولایتی نظررس ارزیابی شد. در آزمون جمهوریوی دانشجوی سال 2019 دلفوزه خواجه‌وا و آزمون ولایتی دانشجوی سال 2019 نازله کریمова بین دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کشور سزاوار جای اول گردیدند که از دستاوردهای بهترین در دوره حساباتی عنوان شد. مهارتی بلند البته که در آزمون جمهوری ما خوب اشتراک کردن نداشتیم اما در آزمون ولایتی ما اشتراک کردیم. بسیار یک مهارتی بلند هم زبانداری مهارتی دانشی بسیار هم کافی داشته شده و همچنین روی معرفی منطقه‌های سیاحی تاجیکستان شغل آنها و ورزش خیلی خوب برآمد کردن و صاحبی قید کرده شد که جهت تکمیل تعلیم و آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی سال سپری گردیده با پررگی مشغولیت‌ها در 16 گروه اکادمی با زبان روسی، 5 گروه اکادمی با زبان انگلیسی و 2 گروه اکادمی با زبان چینی گذرانده شدند و به طور تیار نمودن متخصصان بلند اختصاص در بازار وطنی و جهانی مهنت مساعدت خواهد کرد. تحصیل اختصاص‌های مالیه و قرض، مناسبت‌های بین‌الخلقی، اقتصادیات جهانی و حقوق بین‌المللی با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی براه مانده شده است. این سال از کلاستر یکم خصوص اینفرماتیکا، از کلاستر دوم اقتصادیات سویکاری اجتماعی، اقتصادیات رقمی بسیار خصوص ضروری است. اساسهای دولت و حقوق، متماتیکا و اینفرماتیکا، زبان‌های انگلیسی، دین شناسی، سیاست شناسی، فعالیت سیاسی حقوقی، یعنی 11 اختصاصایی که ما تحلیل کردیم که همین اختصاص‌ها با پایشنامه هستند. از روی این اختصاصات علاقه مساق همون را قبول عملی کرده میشه. یعنی 11 6 اختصاصی با 13 اختصاص 39 اختصاص قبول میشه. قبول برآورده. پس از معلومات مختصر رکتور دانشگاه، روزنامه‌نگاران وابسته به صفت تعلیم و تربیت در دانشگاه، طرز و اصول گذشتن از اکریدیتاسیون بین‌المللی و طلبات‌های آن، وضع مادی و تکنیکی دانشگاه، اختصاص‌های دانشگاه، سوال‌ها پیشنهاد نموده پاسخ‌های مشخص گرفتند. برگزاری نشست مطبوعاتی جهتی باز هم تکمیل رشد ساحه اهمیت مخصوص را دارا بوده، همکاری قوی دانشگاه را جهت جلب هرچی بیشتری داوطلبان و خواهشمندان به مؤسسه و انعکاس دستاوردهای آن را تجسم می‌نماید. در انجام رکتور دانشگاه پروفسور مومن شریفزاده نمایندگان وسایط اخبار عامه را برای همکاری متقابلا سودمند دعوت کرد. گزارش سینا غفوری، نادر نسیمزاد برای برنامه اطلاعاتی پیام روز.